بلمه طلا بوده از پولمه گلا بوده دستان دشتک بلمه دستان دشتک بلمه رفتم به دروازه شهر نو رفتم کجا رفتم به دروازه شهر ملک بلمه مکالک خود به پینک شونه وازشته و بردم بلمه رفتم به دم دروازه قندار بله خور کردم دراز خورد به پی نه ای هموتی بیت کو رفتم به در به خوش مردم گفتم قلر ترش بخور میامه دیگه سرقی دی ساعت معطلا چی مستی برو جز گشتی بیای گیله که گیر بیای سرزمین ها خیلی یاد دوید بودم به نانای زنگ زدم گفتم میفهم چی؟ بگو بیلور میداری اون ایوان میبینی شرشر میکنه خب انا بلا بالا کنجتا با اول کنجتا قد کو بزه بالا سبستا خب انا که من میرم به خونه خوشو چه کاره؟ خوشو به خونه خسور خونه بری آه دیگه بابا کجا میرم ما بیام اینجا سرزمین ها بشینم که گیلک برار ما ماه بره به خونه خسور خوب گیلک سیکو برار خود ما و تونی کلا کر به پیش خو قیدی کو کوکولا همین مندیل خوب به پیش خو قیدی کو خب سیکو این کارو خوبیت نداره همون مردم قدیم راست میگفتن سنگین برو سنگین بیا صبح برو پیشین بیا حالا کم تو هر روز به خونه می خسور خونه رو برارم خود خو بیزد نکو امی خسور تو 3-4 دفعه طالب بگفت امی گیلک میره میایه چی گفته بعد از این کارا خوری علکو به فکر کارمدار باشو به فکر امی زمینا شو به فکر امی گوسفندا شو به فکر ازی شو که سبا روز عروسی کنی فکر خونی زندگی عدل شی دیشته بشی ایتا نکو برارم که هر روز میخزم میرو که چه کار شه خلاص شد دیگه همه مطلبا خداحافظ بعد از کی پیشین رفتم صبح بیامدم یعنی زود نرو هر روز نرو میری چکار کنی بابا ما هفته 3 شب میرم مبارک بیخی کم میری هفته 3 شب یک هفته 9 شب نیه یک هفته 9 شب به کجای گیلک آدمایی که نمزاد دارم با ما یک دفعه به خونه خسور خونه میرم تو به هفته 3 شب میری که چی گفت کاکا ما که هر روز دست خیلی میرم به اونایی که میرم چیز میزیم ما که نمیبرن که تاون کنم نکن یعنی بیشتر خود کو بیزت ما تاون میکنیم تاون نمیکنیم مهم اینه که گیلک ارزش تو پی میایه هیچی میشی و اگه خوشیم و خسول ما خودم گپ نمیزنن خوشامد نمیکنن نسبت میکو جان و نفس میگه برو بخیر خو همینه که تو نمایه همینه که بیزت چونی میبینی تو تحویل نمیگیرن خودی تو خوش آمد نمیکنن سلام حق خدا خودی تو نمیکنن صبح برو میگه پیشین بیا کی رفتم به پیشین وای تو دیگه میادی داره دنیا خودی خود چی ببینی چی؟ چی صبح پیشین نمیرم به بابا هنوز نرو برو نکو بابا چی که بابا اون بابا بلند تو افتادن دختر خوب تو دادم ها تون که به خرج خونه من نداشتم وردیشتم چی دارم هر چه گروته تو سیگو تو بشی برو نکو توبه خدایا توبه بگیریشته و به آب برار افتادیم ما از این خیلی ما نمیبینیم هنوزی که نمزاد داشت رفته کف شه به 6 به خونه خسر خونه به بلد افتاده که دختر خوب برای عزیز داده نیم ساعت به سرزمینه بشی زنگ داده که بخی بیا که ما به تو کار دارم که ما میرم مثلا خسر خوب مبارک باشه تو سیگوی چه کار میکنه بخور دیگه یک کس بیستم هر روز معصر نمیشه گاهی وقتا توخه هم هست دور بسن دوماد با من ایروز زنده باشه مشناسم من ایشتا نمیشناسیم به جا آوردن تو اما جان که شما میزنمه خاطر سوال از اینجا تیر نشدیم مدام از اون پیچه تیر میشی شوخه بیا رفیق بیا که به تو کار دارم خیلی میگم تو آدم شوخی خیلی آدم زیغی من نزنه شما نمیزنه بر مشناسه خسال من چه زن تو به مدت همه وقت که تو دوماد از اینا شدی تو یک 200 دفعه که از این که تیر شدی هر روز میری میای اشته تو نمیشناسه هفته 3 روز بیشتر نمیام میفهم کم میای من میشناسیم ماما اشته نمیشه هفته 3 روز گفتی اسمم چیه؟ اسم شما اسم تو گی
همین تو اسم عتیقی بی گیلک گیلک لک لک لک. گیلک لک لک لک. اسم شما چیه؟ اسم من رمضانه. رمضان لک لک؟ نه دیگه اون لک لک از تو. خیلی؟ لک لک از تو به تو. اسم خسرو من بلدیم نوروزه. نوروزه. نوروز. ما نوروز. تو ماما من نیه نوروز خیلی. روش کن روش کن که تو با پاتو میخوری روش کن تو زمین میخوری روش کن یا دیگه اون علفا خود بخور دیگه ایمه نه تو علف نمیخوری تو کابیده میخوری خداحافظ. میگم بیا اگه یک چیز دیگه امی به نظر تو خیلی زود نمیایی به میسرا خسر خب میگه شیرین برو شیرین بیا نه که صبح برو پیشین بیا برارمه ما هم نمزاددار بدیم رسم رواج نمزدداری امینه که هفته یک دفعه اگه واسه خیلی خوب نیه هفته بیش کرد تبرکلوشی تو عزت احترام تو کم میشه با خونه خسر تو اون نمیکنیم ما هیچی ناوردم همی که هیچی نمیاری آدم میاری عزت احترام نداری وای وای مردم قدیم راست گفتن که شیرین برو شیرین بیا نه که صبح برو پیشین بیا این هم اسم نمزدداری بفهمیدم هر روز که دلتنگ میشه میایه به سر خسر خود کاش که با مامان نوروز میمون ماسته باشه دختر عروس کرده خودمات خورنه با طور مایه بخیر بله بخیر خیرم السلام بسرا میگم میگی دیوال پیش استاده بدون من هم در من نگفتی سلام علیکم کوکا مونده نبشی یا فرض سال خودم خوش آمد کنی سلام کنی تو دیگه دوباره میره راسته میری بسرا میری میگی کلمه دیگه پلیس کشتی خب ما چیزه دیگه من دیدم شما بدم داره دیگه پریش شما ندیدم من میگم هم یک مونده نبشی یک سلام علیکم یک نبشی بزنی پریش شما ندیدن دیشبا نه شوا خب بدیر کی گفتم نه خوش آمد نکردین تا خونه دم که بیامونن دست شما ایت شد ایت نشد خب میگم شما هنو روی من بیش نکردین میگم تو چی فکر کردی خود چی؟ مثل قدیمه صبح شیرین برو شیرین بیا نه صبح برو پیشین بیا مثل قدیم صبح برو پیشین چی؟ شیرین برو شیرین بیا صبح برو پیشین بیا او حالا که صبح پیشین نه میگو با ما 4 هفته میفهمی یا نه ایتا خوب طور سرخلاص کنم گیلک 2 هفته میایی و هم دست پر میایی دست خیلی نه که ایتا چی بیارم مثلا؟ هرچی میاری گوش بیار برین بیار روغن بیار میوه بیار چی دست خیلی میاره هر شهر چی گپه دیگه پلیس کشی تو به خرج سال وردی شو کاکا بله برو کجا؟ برو خونه خوب مامالا خونه خواهمدم برو کاکا برو همه که تو گفتم با ما 4 هفته 2 هفته میای دست بور میای که دست خیلی نهی که تو رو مقدار مسرا خب من میرم به پیش نوزبت خوب برو نمزاد هم نداری دست خیلی میای فقط تر ندیدم تو به خرج سال وردی شو کاکا ایتا دست خیلی بیای میفهمی برو دیگه برو دیگه نستر دیگه اینجی که میگه اینجا با 2 شسته شه همه اینجا مثل که فقط میگه که ندیدم این سه که بزنه خراب کردم جور باش انگیلا بخیرت یا خوش بیا اینجا بیا نه بیا سگ میه نه بیا دلجا تیر میشده مامال از اینجا دیدم دم باخچه اشتنی جنجر جمع خیلی حتی جنجر سیاره هستی ترکتور هستونه عارفه خراب شده این خراب شده مگه تیار کنه جمع گل جان دقیقه فیاد گفت بگم بیا برین تا دست را کاکا خو چرا با چه کاره خسور من چه کاره با تو با کارا مردون چی کردی حال گپ خود خور بگو چی می تو با خونه کاکا می خونه خسور خواهم آدم خب
من گفتم که تا ما زرا بر اینجا ما گل مر عماله با ما میگه پیشین بیا پیشین برو ما چون پیشین برو گرمی بیا تلخ برو شیرین بیا ما گفتم من لگ دشتک به سرانه برم پیشناز باد خب برم تو برو آزادین یعنی بیا برای من زرا بگو که گیلک بچه خوبه گیلک شاهزادیه گیلک نقل مجلسه نظر از من تعریف خیلی بگو تعریف کو خیلی بگو گیلک اصلا به دنیا افغانستان پیدا نمیشه مثل تعریفی گیلک هم هست گیلک جان. آفرین زنده بشی انا یار حال ایله درد از این کارا. مال بگو بگو کنه مال بگذاره به سراخ چرا اول تو رو بدر کرد؟ مال در سراخ اول خاله میری تو امیتا که اختلاط نکرد مدر من میگو گیلک خاله میره به خونه خسر خو خیلی نمیان خیلی سه شیو بیدم به یک هفته 3 شوی بدی تو؟ سه شیو بعض شیو 4 شیو بعض شیو 3 شیو غیر از این شیوه که انا چیز بود خسر من ناجور به 5 شیو بستم به نظر دست خیلی هم میری تو چی خبر داری؟ مدر من اختلاط نکرد که گیلک دست خیلی میایه مادر فکر کنم بخونه خسر من خب میگم برای او بیا بره کجا برم؟ همون زبر در سراخ خسر بگو که گیلک بگذاره گیلک جو او کاکا منه خب با خدا پیره اخلاق نداره چرا؟ او عمال گشنگی میشه خونه اینا لورس میره سایکو تو طور خاطر امی هم نمایه که عباد دست خیلی هم که میری که بیخی نمایه ما با سالهای سال یک دفعه به خونه اینا نمیرم تو 24 ساعت اینجا پرتوی بی از این طور نمایه او گفت که صبح برو پیشین بیا گرمی بیا شیرین برو یعنی چی؟ او همه استتومی تا چیز نشه گانسه و چی گفتی او به من؟ او سرغیه کاکا سرخی دل یا جمع او تک ما چون دل یا صبح جمع که دوماب داره او گفت تک ما چون صبح برو پیشین بیا ما چون نمازدگر بیا او مثل که من مطلع قدیمه گفته چی گفته؟ گفته شیرین برو شیرین بیا نه که صبح برو پیشین بیا آه. میگو همه تا میگم تو نشه ای کاکا ها همین تا گونیه انال تو هم میفهمی اشته میری با ما یک دفعه ایلا 2 دفعه برو وان دستپور برو همه تا گو که اینا خاله مردم چیزی هم دستپور بری حالا همه به جلو تو نمیرم اما خود کاکا خود جورم نیوم برادر از من صبح میرم پیشین میایم شیرین میرم تلخ میایم یعنی